اصطلاح تاجیک زمین شرقی از جانب ترکان. در عصر شش در آلتای اتحاد قبیله های ترک یا خود ترک زبان به هم می آیند. آنها در یک مدت کوتاه به غرب و جنوب پهن می گردند. گروهی به غرب رفته تا ساحل های دریای آخشیان و کیمریا رفته می رسند. آنها خلق های اروپایی و از جمله آریا نژاد سرمد و الان را به اطاعت خود درآورده با آنها آمیزش می یابند و قیافه مغولی خود را عوض کرده دیگر می شوند، ولی زبان خود را گم نمی کنند. ترکان گرچنده که سیمای خود را دیگر کردند ولی زبان خود را به دیگران قبول کنانیدند. گروهی به آسیای مرکزی هجوم آورده سکایی های توران، قزاقستان، قرقیزستان، قاشغر و خوتن را می گیرد. آنها با تورهای آریایی آمیزش یافته قیافه خود را دیگر می کنند، ولی در این منطقه به مثل منطقه های اروپایی زبان ترکی جاری می شود. ترکانی که از آلتای و ساحل های دریای ینیسej آمده با سینی های اوستایی آمیزش یافتند، سینی های تور من بعد به ترک تبدیل یافته با نام ترک عمل کردند. ترک ها که عرف و عادت های زیادی ترک ها را به مثال گرامی داشتی آتش، اسب، شیر و گرگ را قبول کرده بودند، هنگام هجومشان به سرزمین های سکایی آسیای مرکزی مقابلیت زیادی ندیدند، زیرا آنها همچون اولاد افراسیاب عمل می کردند. سکایی ها که در شکل پراکنده در حدودهای آسیای مرکزی زندگی می کردند به مقابل ترکان ایستادگری کردن نتوانستند. ترکان سال 555 دریای غرب یعنی خوارزم را اشغال کردند. در این مناطق سکایی های چاروادار و زراعت پرور سکونت داشتند که آنها دارای ده ها شهر و ده بودند. این مردم در تاریخ با نام کنگویی ها مشهورند. خسرو انوشیروان ساسانی با خاقان ترک برای از بین بردن هیتالیان سازشنامه به امضا رسانید. آنها توانستند هیتالیان را از بین برند و سرحد این دو دولت دریای امو معین گردید. بعدها ترک ها خوتلان و تخارستان را که در اطاعت آنها نبود به اطاعت خود درآوردند. ترکان در کارهای دولتی خود از زبان و خط صوفی استفاده می کردند. این استفاده تا عصر هشت دوام داشت. در عرفه هجوم عرب ها ترک ها سرزمین های امروزی قزاقستان، قرقیزستان، قاشغر و خوتن را در دست داشتند.